خدا دروغ نمیگوید. هنوز کلامش را میشنوم که میگفت از خانه پدری و این سرزمین برو و به سمت سرزمینی که من هدایتت میکنم برو. آمدم برای خداحافظی. به کجا می روی برادر؟ به سرزمینی که خدا وعده داده. چرا با ما در حران نمی مانی؟ سلام بر شما. و سلام بر شما. این زمین ها از آن کیست؟ اجازه می خواهیم آنجا اردو بزنیم. هر جا که می خواهید خیمه بزنید. مالکان آن ترکش کردند. برای چه؟ چون باران نباریده، شاهها خشکند، خاکش بیبار شده و با باد در هوا پخش می شوند. نمیدانم چرا ابرام ما را به اینجا آورده است. وقتی در شهر زندگی می کردیم راحت بودیم، در امان بودیم. بهتر نیست به حرام بازگردیم؟ یا به مکان دیگری حرکت کنیم؟ چند روزی در اینجا خواهیم ماند. علف خشک برای گله پیدا می شود. فردا از کوه بالا رفته و اطراف را نگاه می کنم. بالای کوه رفتم با لوط. به اطراف نظاره کردم تا جایی برای اردو زدن و برپا کردن خیمه ها بتوانم پیدا کنم. و بعد از آن الهامی به من رسید. سارای، این سرزمین را به نسل تو میدهم ابرام. آه، به نسل تو این را میدهم. به معنی این کلام فکر کردی ابرام؟ صبر کن. ما صدها سال است که صدها قربانی در زیر این درخت میگذاریم. نمیتوانی مانع شوی. خداوند ما را منع کرده از قربانی کردن انسان. نترس، پسرت با ابرام در امان است. عمو جان، آبی که داشته ایم تقریبا تمام شده و به زودی همگی از تشنگی خواهیم مرد. اگر آب نیابیم یا از اینجا نرویم. از خدا پرسیدی که چرا این سرزمین را به تو داد؟ تمام این راه را آمده ایم برای سرزمینی خشک و بایر. دوران خشکی تمام خواهد شد. آیا نشانه‌ای از آب اینجا هست؟ نه، خشک است سرورم. ببخشید که میپرسم بانویم، نمیخواهی توجه سرورم را جلب کنید؟ شاید این دفعه شما باردار شوید. باید چه کاری انجام دهیم تا نجات یابیم؟ اینجا را ترک کنیم، به مصر برویم. آنجا آب هست و سرسبزتر است. بر طبق خواست سرورم فرعون شما اجازه دارید در مصر بمانید. میخواهم سوالی از شما بپرسم عمو جان. چرا به فرستاده فرعون گفتید سارای خواهر شماست نه همسرتان؟ چون مردم مصر باور دارند که پسر ارشد موجب برکت سرزمین خواهد شد و زن نازا لعنت خواهد آورد. امیدوارم از نظر تو مشکلی نباشد که خواهرت در قصر مهمان ما باشد و به زیباییش بیفزاید با زیبالاولاد. تصمیم با خود او سرورم، از او بپرسید. در مورد ماندن در قصر نظرت چیست؟ این مرا خوشحال می‌کند سرورم. خیلی نگرانم لوط. نمیدانم فرعون چه خواهد کرد وقتی که حقیقت را بفهمد. زندگی در قصر برایت چگونه است؟ واقعا عالیه. هر چی بخواهم دارم. خوب است. ولی زندگی ساده با تو رو ترجیح میدهم و در کنار تو بودن شوهرم. ممکن است کسی بشنود و برود به فرعون خبر برساند و آن وقت این باعث نابودی همه ما بشود. هاجر، درباره سارای چه میدانی؟ سارای خواهر ابرام است این را میدانم. و همینطور همسرش. چطور ممکن است؟ هر دو از یک پدرند، ولی مادرشان فرق دارد. هر کدام از یک مادر. و اون نازاست. گفتم که به تو خفه شو. آرام باشید، خشم دلیل همه بیماری هاست. تو در نظر من زیباترین بودی، زیباتر از حرکت باد،
و زیباتر از نیل. ابرام بهترین دوست من شد، ولی به خاطر تو غم همه وجودم را گرفته. چرا سرورم؟ کار وحشتناکی با من کردی، حقیقت را مخفی کردی. تو همسر اویی و نازایی. او را ببخشید سرور من، او بهترین دوستم است. باید بروید از مصر. هاجر را به عنوان هدیه به تو میبخشم. شوهرت را بردار و از مصر برو. شما آرامش مصر را برهم زدید. بروید، بروید. سارای، آیا مصر قلبت را هم مانند ظاهرت عوض کرده؟ نه، ولی گمان کردم که از ظاهرم خوشت بیاید. اهمیت نمیدهی که در برابر فرعون خجالت زده شدم؟ خجالت؟ پس من چه بگویم؟ در تمام طول زندگیم اینطور خجالت نکشیده بودم ابرام. به خاطر نازاییم. باید شکرگزار باشیم. فرعون میتوانست دستور کشته شدن ما را بدهد. اینها اتفاق نمی افتاد اگر وعده را می دیدیم. وعده؟ بله، این که پسری به ما دهد. سارای، سارای، مصری ها مرا در قصر لعنت می دانند. مشکلاتشان همه به خاطر من است. نه سارای، خداوند این مشکلات را برایشان به وجود آورد تا تو را حفظ کند. بهتره بدانی که فرعون جان مرا حفظ کرد. اینطور سخن نگو سارای. حداقل فرعون هاجر را به ما داد. هاجر، 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 هاجر. خدایم را آوردی؟ اینجاست. ممنون. به همه سلام برسان. حتما. سرورم ابرام، فرعون دستور داد شما فوراً باید شهر را ترک کنید. باشد، به ایشان بگو فوراً این کار را میکنیم. بسیار خوب. دوباره در جایی هستیم که قبل از سفر به مصر بودیم. شاید اراده خداوند این نبود که ما به مصر برویم. ما زود تصمیم گرفتیم و نباید تکرار شود. ما باید دوباره قربانی کنیم برای بخشش. چه چیزی باید قربانی کنیم سرورم؟ بهترین گاوهایمان را. بسیار خوب. خدایی که آنها میپرستند کجاست؟
او دیده نمی شود، مانند باد است. یعنی او چهره ندارد؟ چهره؟ اصلاً تا حال ندیدمش. پس چطور سرورم ابرام میداند که خدایش وجود دارد؟ نمیدانم، ولی او میگوید که خداوند با او صحبت میکند، چیزهایی به او میگوید و وعده‌های عظیمی به او میدهد. وعده؟ این سرزمین وعده خداوند به او و نسلش است. فرزندانش؟ نمیخواستم ناراحتت کنم. تا حالا صدای خدا را شنیدی؟ نه، با من صحبت نکرده، ولی به ابرام وعده پسر داده. تصور کن، فرزند پسر برای کسی به سن ما. برویم گیسوانت رو مرتب کنم و عطر بزنم. بیا. ای ملکه باروری من، به اربابم ابرام پسری بده، همانطور که به فرعون پسر دادی. خوش آمدی برادرزادم لوط. سلام بر شما عمو جان. بیا و بنشین. حرفها در صورتت میبینم. چیزی میخواستی بگویی؟ بگو. زندگی برای چوپانان من و شما بسیار سخت شده است عمو جان. همیشه در حال دعوا کردنند. فکر میکنی چاره چیست؟ من چوپانان خود را برداشته و از اینجا میروم. به کجا لوط؟ به دشتی خواهم رفت نزدیک سدوم. اگر تو بخواهی من میروم. نه عمو جان، تو اینجا بمان. من شهر را دوست دارم. من تا چند روز دیگر اینجا را ترک خواهم کرد. بسیار خوب، ولی نه قبل از اینکه با هم عهدی ببندیم. هر چه شما بخواهی، هر چه شما بخواهی. سرای! بله. صبح بخیر. صبح بخیر. شیر بزها رو تازه دوشیدم، بیا و ببر برای سرورم ابرام. خیلی مراقب ابرام هستی. خداوندم فرعون فرمود تمام عمر مراقب او باشم. برای صبحانه نان میپزم. بسیار خوب. ابرام چه شده؟ چیزی شده؟ الهام به من رسید. از طرف خدا؟ بله. چه بود؟ گفت ابرام به دقت به اطراف بنگر. هر آنچه که میبینی تا ابد به نسل تو میبخشم. نسلت را بیشمار میکنم. برخیز و به شرق و غرب
سرزمینی که به تو و نسل تو دادم برو و همه آنچه را که به تو و نسل تو بخشیدم را نگاه کن. همه این سرزمین متعلق به توست و تمامی آن را به نسل تو بخشیدم. برخیز و آنچه به تو دادم را بنگر. این است قدرت خداوندت. و تو چه کردی؟ حس کردم با تمام وجودم این سرزمین را، دشتهایش را و جنگلهایش را. حس کردم که از کوه بالا می روم. تپه ها و ماسه های ساحل را حس کردم. فرو رفتن پاهایم در ماسه های ساحل را حس کردم. سرزمین بسیار زیبایی سارای. صبح بخیر سرورم. صبحت پرنور. نان تازه برای شما. متشکرم. لطفا ما را تنها بگذار. اطاعت. هاجر خیلی مراقب توست. او خدمتکاری است که مایل به خدمت کردن است. آیا هر دو آماده کامل کردن عهدتان هستید؟ بله. پس حالا شروع کنید سرورم ابرام. من مکانهای دور از سدوم را انتخاب کردم. و من دشت‌های سرسبز را انتخاب کردم، نزدیک شهر سدوم. این پیمان میان ما خواهد بود. هر کسی که این پیمان را بین ما بشکند، حتی اتفاقی، عاقبتش مانند این بز شود. ای خداوند، عاقبت هر آن که این پیمان را بشکند مانند این بز گردان. خدا را شکر. حالا قربانی را بیاور. بز خود را از دست دادن؟ نه، آنها بز را میپزن و میخورن. با این کار پیمانشان را جزئی از بدنشان میکنند. مثل ازدواج است. پیمانشان این گونه است. بیا به جشن برویم. آنچه خواستم را انجام نمیدهی. پس فایده چیست؟ بیا بنوش. نوش جان. ممنون. باید با تو صحبت کنم ابرام. پس بنشین. همیشه از شنیدن صحبت‌هایت لذت میبرم. قلبم اندوهگین است ابرام، تا وقتی در رحمم حیاتی نباشد. سارای، به خداوند اعتماد داشته باش. چطور اعتماد داشته باشم؟ او به تو میگوید و من از او چیزی نشنیدم. او با من صحبت نمی کند. تو از گوشت و استخوان منی و این کافی است که خداوند با هر کدام از ما صحبت کند و وعده‌های خود را بدهد. نه، میخواهم خودم بشنوم. هاجر همیشه در مورد خدایت میخواهد از من بشنود. و تو به او چه میگویی؟ گفتم تو به من میگویی. او همیشه تو را در نظر دارد و کنجکاو است. او تمام بت‌های خود را ترک گفته است. بله، او را دیدم که مذبح کوچکی را بنا کرده است و الهه خود را بر آن می‌گذارد. الهه باروری او بود.
او برای من دعا می کرد. می خواهد فرزندی داشته باشیم. برای فرزند داشتن ما این همه اشتیاق دارد؟ چون می داند من امیدم را از دست دادم برای باردار شدن. من بیچارم. مطمئن هستم که خدا ناامیدی تو را به امید تبدیل می کند. چگونه و کی؟ به وسیله راههایی که ما نمیدانیم. آیا خدا به ما وعده فرزند داده است و باید کمکش کنیم؟ خدا عظیم است. ما کمکش کنیم؟ چگونه ممکن است به کمک ما احتیاجش باشد؟ ای خداوند متعال، به من این سرزمین را دادی، ولی من فرزندی ندارم. ای خداوندم، وارث خانه من الیعزر دمشقی است. ای خداوند، من نسلی ندارم، غمگینم. الیعزر تنها وارث من است. ای خداوندم. و به ابرام الهامی از طرف خداوند رسید که به او گفت: الیعزر وارث تو نخواهد شد، چون تو پسری خواهی داشت و او وارث ثروت تو خواهد شد. برخیز و آسمان را بنگر، نگاه کن به آسمان و ستارگانش. آیا می توانی آنها را بشماری؟ نسل تو نیز چنین بیشمار خواهند شد. و ابرام جواب داد: با تمام وجودم ایمان دارم. و صدای خداوند به او گفت: من همان خداوندی هستم که تو را از شهر اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو بدهم. ای خداوند، چطور مطمئن باشم از این وعده؟ یک گوساله و بز و قوچ و قمری و کبوتر 3 ساله بگیر و سر ببر. هر کدام را به 2 پاره تقسیم کن و هر پاره را کنار هم بگذار، ولی پرندگان را 2 پاره نکن. به کجا می روم؟ خدا به او فرمان کاری داده. برای چه؟ برای اینکه با ابرام عهدی ببندد. او با خدایش عهد می بندد؟ وقتی ابرام برای من صحبت می کرد این را به من گفت. با خدا عهد می بندد؟ چه عقیده عجیبی! خدا با من صحبت نمی کند و فقط آن چیزی را می دانم که خداوند به ابرام گفته است. می روم تا ببینم سرورم ابرام چطور با خودش عهد می بندد. نه، تو و آنات بروید و از چاه آب برایم بیاورید برای شستشو. بسیار خوب، ولی بعد از آن اجازه می دهی بروم ببینم آقایم ابرام چه می کند؟ اول آب بیاور تا ببینم. نظرت در مورد ابرام چیست؟ سرورم ابرام، اون سرور من و پدرم و پدر بزرگم است. ما همگی حاضریم به دنبال او برویم، حتی تا آخر دنیا. تو از او راضی هستی؟ بله. در مورد سارای چه؟ من کنیز او بودم تا زمانی که تو آمدی و جای مرا گرفتی. چیزی از دست ندادی؟ مطمئن نیستم. من با او بسیار همدردی می‌کردم. من هم همینطور. وقتی برای پسرم شاهر حامله بودم و از درد رنج می‌بردم، به شکمم نگاه می‌کرد و آرزو می‌کرد که در رحمش حیات بود. من هم همینطور.
بدش به من، بده. اینجا چه میکنی؟ میخواهم ببینم خدا با سرورم ابرام چه میکند. چیزی هم دیدی؟ هیچ. تمام روز نگاه کردم. تنها چیزی که تمام روز دیدم فقط لاشخورها بودن. ابرام بیچاره، ابرام بینوا. نمیتوانم او را ببینم. نمیتوانم ببینم که خداوند عظیم و بزرگ او صدای ابرام را نمیشنود. میخواهم ببینم چه اتفاقی میافتد. بهتر است که بیایی. روز تمام شد و کار زیادی مانده. و از دست سرورم ابرام غذا میخورم. به اهمیت میدهم که چه اتفاقی میافتد. میدانی دستی که غذا میدهد میتواند هم بزند؟ از من نخواه کاری کنم که ابرام تو را بزند، چون کارهای خیمه را انجام ندادی. باور نمی کنم که سرورم ابرام هرگز دستش را بر من بلند کند. خواهیم دید. مجبورم نکن با تو بیایم. کنجکاوی این که چه اتفاقی اینجا میافتد منو میکشد. پس من میروم. دور شوید پرندگان زشت، دور شوید. قربانی خداوند را نمیتوانید بخورید. بروید جای دیگری برای غذا یافتن. ای خداوند، چه کنم اگر این پرندگان قربانی تو را بخورند؟ خداوندم، من از تو اطاعت میکنم. چرا نیامدی؟ قربانی تو در حال گندیدن است و من فقط یک انسانم. چه کار کنم؟ من فقط یک مرد پیرم. خداوندم، کاری از من بر نمی آید. این پرندگان امانم را بریدند. خداوندم، باید بیایی، یا لااقل نشانه‌ای به من نشان بده. خداوند، من خستم و سال خورده. ای خداوندم، خدایا، سارای؟ گوش کن ابرام، میخواهم بیشتر از آتش ببینم. میخواهم فرزندم را ببینم و صدای گریه‌اش را بشنوم. وقتی که گرسنه است برای شیر مادر. من بی‌حوصله‌ام. وقت وعده گذشته است. نمیتوانم منتظر بمانم. میدانم، این را میدانم. فقط باید آنچه را خداوندم فرموده باور کنم. در برابرت بایستم و بگویم خداوند به من چه گفت. اگر باید این را باور کنم و بشنوم، میخواهم خودم صدایش را بشنوم. سارای، اگر خدا با تو صحبت کند
با این همه صدا در قلبت آیا می توانی صدای او را بشنوی؟ او با تو صحبت نخواهد کرد تا زمانی که آماده شنیدن خداوند شوی. گوشهایم خوب میشنوند و آماده شنیدن. سارای، انسان با قلب خود به خدا گوش می کند. تو عصبانیم میکنی. من یک زن پیر شدم. تو را تنها میگذارم با خدایت. وقت آن رسیده بیشتر فکر کنیم. میدانم او فرزند میخواهد. شما مطمئنید که این چیزی است که میخواهید انجام شود؟ من میترسم بانوی من. آه هاجر، دیگر کافی است. ابرام هم راضی خواهد شد. نگرانی من از سرورم نیست. میترسم در آینده متاسف شوی برای کاری که الان میکنی بانوی من و مرا سرزنش کنی. نترس، میدانم چه میخواهم. ظاهرت بسیار زیبا شده است هاجر. پیش ابرام میروم. ابرام. بله. باید با تو صحبت کنم. نمیتوانی تا فردا صبح صبر کنی سارای؟ نه، نمیتوانم صبر کنم ابرام. خیلی خستم. در تمام روز پشچینی گوسفندان بود. برای خودم نیست. تو مانند شاهزاده خانوم صحرا در خواب منی. هر شب بیشتر و بیشتر. کافیه. درباره آنچه میخواهم بگویم خیلی فکر کردم. در چشمانت لشکری در حال جنگ میبینم. برای تو هاجر را میگیرم. نه. تصمیم گرفتم و فرزند میخواهم. وعده را میخواهم و امشب جواب میگیرم. کمک کن انجام شود. هاجر برایت آماده است سرورم. سارای، نمیتوانم این کار را بکنم. به خاطر من ابرام، برای من این کار را بکن. چرا مرا از شادی محروم میکنی؟ بیا، بلند شو. فرزندی به من بده. هاجر، برایم طناب زخیم بیاور. اینها نازکم و پاره میشوند. خودت آنها را بیاور. چه گفتی؟ شنیدی. خودت آنها را بیاور یا از کنیزت آنات بخواه برایت بیاورد. گوشهایت را میکشم به خاطر این گستاخی و بی احترامیت. جرأت نمی کنی. با پسر ابرام در رحمم جرأت نمی کنی. تهدیدهایت تو خالی است مانند رحمت. به ابرام خواهم گفت. ابرام چه میخوایی؟
چه شده؟ آه ابرام، این زن با بی‌شرمی با من سخن میگوید. کدام زن؟ هاجر را میگویم. باشد برای بعد. تقصیر توست که او را تنبیه نمی کنی به خاطر رفتارش با من. بارها به تو گفتم ولی تو کاری انجام ندادی، تا اینکه او به خود اجازه داده است این گونه با من صحبت کند. سارای، تو تنها عشق من هستی و شادی تمام زندگی هم هستی. من این مصری را به خاطر تو به خیمه آوردم و زن خود کردم تا وارثی برای من بیاورد بر طبق خواست تو. درسته، ولی از وقتی حامله شده مرا کوچک و حقیر می شمارد. میخواهی من چه کار کنم سارای؟ باید او را تنبیه کنی. او خادم توست و تحت فرمان تو. هر کاری دوست داری میتوانی انجام دهی. اجازه دارم هر کاری انجام دهم، آنچه که باید انجام دهم تا یادآوری شود که جایش کجاست. میروم الیعزر را ببینم، به زودی برمیگردم. این تیرها را محکم کن هاجر و این کار را بدون شکایت کردن انجام بده. نمیتوانی مجبورم کنی کاری انجام دهم. درست میگویی، من نمیتوانم ولی آنها میتوانند. به ابرام خواهم گفت. دارد میآید. نگاه کنید. ابرام! 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 دیدی؟ او تو را دست من سپرد و هر کاری بخواهم انجام میدهم. تو یک زن پیر تلخی و نازایی. اگر به خاطر آن طفل نبود دستور میدادم از اردوگاه بیرون بیاندازن تو را و شلاقت بزنن تا مثل مرده شوی. بیا این کارا بکن. بگو من از اردوگاه بیرون کنند. زندگی من بی ارزش شد وقتی که فرعون مرا به یک چوپان و زن نازایش داد. هاجر بیا بزت را ببر. هاجر هاجر کجا رفت؟ کجا رفته؟ حق نشناس رفته.
بلند شوید. شما چه کار میکردید؟ هاجر را به شما سپرده بودم تا مراقبش باشید، ولی به خاطر تنبلی شما او فرار کرده. حالا باید همه کارها را خودم انجام دهم. بروید دنبالش. اطاعت بانویم. میخواهم اینجا ببینمش. بلند شو هاجر، چاه آب در طرف راست توست. هاجر، نامم را میدانی؟ نزد بانوی خود برگرد و مطیع او باش. من نسل تو را بیشمار میگردانم. اکنون تو حامله هستی، پسری خواهی زایید و نامش را اسماعیل بگذار. بیا این را بنوش. سلام بر شما عمو جان.
و سلام بر تو. خوش آمدی. خوش آمدی. حالتان چطور است؟ بد نیست. بد نیست. خوش آمدی برادرزادم. خوش آمدی. خوش آمدی لوط. میدانستم که امروز برای دیدنم میایی. برایت غذا و جای خواب آماده کردم. داخل شو. دلم برایت تنگ شده بود عمو جان. مدت بسیار زیادی از عهد بستنمون میگذرد. همون که تو به من حق انتخاب دادی. بله، یاد دارم. زمانی که حق انتخاب سرزمین بالا و پایین را به تو دادم، میدانستم که سرزمین سدوم را ترجیح میدهی و با یکی از دخترانش ازدواج کردی. از همسرت راضی هستی؟ خیلی زیاد. او از خانواده خوبی است. پدرش یکی از زمینداران بزرگ است. دخترانت چطورند؟ سلام رساندند. همگی خوبند. بیاورشان برای دیدن سارای. در حقیقت عمو جان نمیخواستم حسادتش رو برانگیزم. بله، جواب با حکمتی است. ولی تو هر سال میایی و همین را به من میگویی. سرزمین‌های بهتر از اینجا هم میابید. نمیخواهم به شهرها نزدیک شوم، چون که با بوی بت‌ها و شرارت آنها آلوده هستند. این هم زندگی شهری است. وقتی مردم همدیگر را میبینند، نیکی و شرارت در آنها وجود دارد. به همین خاطر مایلم که در اینجا بمانم. مارا قبول نمی کند که سدوم را ترک کنیم. من هم نمیخواهم آنجا را ترک کنم. 2 دخترم نامزد شدند و به زودی ازدواج می کنند. با سدومی ها ازدواج می کنند؟ بله. مارا از خانواده خوبی آنها را انتخاب کرده است. می توانستی پیش برادرم ناهور بروی و برای 2 دخترت شوهرانی را از آنجا انتخاب می کردی لوط. من در سدوم زندگی می کنم. ثروتم آنجاست. زندگیم را همینطور دوست دارم. خدا تو را حفظ کند. و همینطور شما را. به خیمه ابرام برو. بگو هاجر به زودی خواهد زایید. بگو به سرعت بیاید. اطاعت بانو. سرورم ابرام. سرورم ابرام. سرورم ابرام. چه شده است؟ سرورم هاجر در حال وضع حمل است. بانویم سارای گفتن که سریعا بیایید. بسیار خوب، تو برو، من به دنبالت خواهم آمد. اطاعت. لوط، برادرزادم بلند شو. هاجر در حال وضع حمل است. بیا. بیایید. شما پدر شدید عمو جان. خدا را شکر. زندگیم را تغییر داد. زندگیم دیگر مانند قبل نخواهد بود. میدانی که چه حالی دارد برای اولین بار پدر میشوم من؟ ابرام بیا و ببین. فرزندم. خداوند شنید و جواب داد. نامش اسماعیل خواهد بود. خداوند صدای سختی هایم را شنید و چشمه‌ای در بیابان برایم مهیا کرد. بچه زیبایی است. پسرم، فرزندم. خداوند به کمک احتیاج داشت. همینو بس ابرام.
پسر من.